مجموعه گروه صنعتی آرتا از ابتدای مسیر سقف رویاها و اهدافش بلند بوده و همیشه نگاهی روشن به آینده داشته است. احداث 10,400 هکتار جنگل با کاشت درختان سریع الرشد برداشتن قدمی مهم در همین مسیر است. قدمی که فوایدی مهم دارد. فوایدی مانند افزایش سرانه جنگل و فضای سبز، تعدیل دما، بهبود اقلیم، حفظ خاک، جلوگیری از فرسایش و هجوم ریزگردها و دیگر فواید قابل توجه. این قسمت اولین خط تولید MDF و HTF آرتا قرار دارد. محصولات آرتا در سطح کیفیت جهانی بوده و دارای استانداردهای داخلی و خارجی می باشد و تمام این محصولات دارای ضمانت و خدمات پس از فروش است و همچنین این محصولات با کهکشان عظیمی از طرح و رنگ‌های مختلف تمام سلیقه‌های ایرانی را پوشش می‌دهد. گروه صنعتی آرتا خط دوم MDF به نام آرتاپان را در سال 1399 تأسیس کرد. این کارخانه که وظیفه تولید انواع اوراق فشرده MDF، HTF و نئوپان را بر عهده دارد، با پیشرفته ترین دستگاه‌های روز اروپا تجهیز شده است. حاصلی ترکیب خلاقیت، سلیقه و مهارت‌های متخصصین و مهندسین مجموعه آرتاپان با تکنولوژی پیشرفته استفاده شده در این کارخانه باعث شده است که ورق‌های MDF، HTF و نئوپان در کیفیت بسیار بالایی تولید شوند و در خور سطح زندگی و سلیقه زیبای ایرانی باشند. حفظ کیفیت در شرکت آرتاپان را پرسنل و متخصصین آزمایشگاه بر عهده دارند. آنها با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه‌ها علاوه بر رعایت استانداردهای ملی از انطباق کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی نیز اطمینان پیدا کرده و محصولی درجه 1 با شفافیت و درخشندگی بالا را وارد بازار می‌کنند. محصولاتی مانند ورق‌های MDF، HTF، نئوپان خام، نئوپان ملامینه و هایفینیتی در ابعاد و ضخامت‌های استاندارد و همچنین آرتاپان برای پاسخگویی به سلایق مختلف و با بهره‌گیری بروزترین تکنولوژی دنیا MDF سوپرمات آنتی فینگر را با نام تجاری متکسا اخیراً روانه بازار کرده است. و به موازات آن با تلاش متخصصان آرتا راه‌اندازی خط سوم و چهارم تولید ورق‌های خام MDF و HTF در دستور کار گروه صنعتی آرتا قرار گرفته است. این خط تولید که با بروزترین تکنولوژی اروپایی تجهیز شده قرار است به یکی از بزرگترین خطوط تولید MDF و HTF در کشور تبدیل شود. قرنیزهای آرتا دارای نام تجاری فورما می باشد. در کارخانه گروه صنعتی آرتا به دلیل استفاده از ماشینالات کشورهای آلمان و ایتالیا قابلیت تولید قرنیز در طول، عرض و ضخامت‌های متنوع وجود دارد. هرچند که در طرح و رنگ نیز محدودیتی وجود ندارد و قرنیزهای این کارخانه می تواند تمام سلیقه‌ها را پوشش دهد. آرتا دو نوع قرنیز تولید می کند. قرنیزهای MDF که جزء رایج‌ترین و اقتصادی ترین قرنیزهای مورد استفاده هستند و قرنیزهای چوب طبیعی که از چوب‌های درختانی مانند راش، بلوط، گردو، گیلاس و کاج تولید می‌شوند و به دلیل زیبایی چشمگیر آنها طرفداران بسیار زیادی دارد. آرتا در حال برنامه ریزی برای راه‌اندازی خط تولید ورق‌های HPL و CPL در آینده نزدیک می باشد. گروه صنعتی آرتا